نگزاد هستم از مزار شریف تهران ایران زندگی. دوستا زندگی رو با پان 55 تجربه کن. من عاشق شیدای آقا منصور کارا چطور است؟ خوب الحمدلله. سلام دوستای عزیز، خوب هستین؟ جانتان جور، امیدوار هستم که همون تو تایت باشین دوستا. دیگه بعد از سالا طرف یوتیوب آمدیم یک ویدیو تایت براتون امروز جور کنم. وقتم نمازیگر است، میرم یک طرف دیگه همون تو یک جای قشنگ، یک جای تایت است دوستا براتون نشان میدم. از این بعد هفته یک ویدیو انشالله حتما یک ویدیو کلان میایه. بخیر فعالیت های یوتیوب یک وقت استارت کرده بودیم به خاطر کاروبارا خیلی زیاد شده بود. دیگه از این بعد انشالله همراهتان هستم. در اینترنت یک موتر گرفتیم میگه اسنپ، کسایی که بلدیت داره طرف تهران. بخیر بیایم منتظر ما هستیم دوستا، دیگه جای تایت است. یک دفعه ببینیم بسیار همون تو میدان مالا چی دسته. همراه ما باشین دوستا، در ادامه جانم هستین دوستا. موتر ما آمده، یعنی یک موتر چانس ما رو تک، یک موتر کنه چانس ما غلطیده دوستا. دیگه داخل موتر آمدیم، یعنی آقای ایرانی است. سلام آقا، خوبین؟ سلام. اسمتان چیه؟ منصور. آقا منصور. دیگه دوستا برم یک چکر به خدا، آفتابم است دیگه. هر هفته خو میرفتم ویدیو جور نمیکردم، اما من میخوایم از این بعد براتون دیگه ویدیو جور کنم. ببینین شما هم دوستا، دیگه شاید اولم دیده باشین. برم دیگه یک چکر دقیقه آوردیم تک تنها که یک تا رفیقا نیست ما جوانا. آقا منصور یک سوال استان دارم. خب امی ساختمان ها بلندش چند طبقه است، چند منزل است؟ آخرین بلندی که اینجا داره 80 طبقه است. 80 منزل یعنی؟ آره 80 طبقه میره بالا. اینجا برج میلاد بلندی است یا اینجا؟ 400 خورده ایه. بغل اونم یه برج داره 54 طبقه. اون اولی برج تهران بوده. الان هم اسمش برج تهرانه، ولی اینجا یه دونه برج هست 80 طبقه رفته بالا. اصلا شاهکاره. 80 طبقه؟ 80 خیلی زیاده. والا خوبه با خدا. این دریاچه است نه؟ دریاچه چیتگر اینجا اصلیه. کدام طرف دریاچه هستی؟ اینجا دریاچه اصلیه دیگه، همه چی داره اینجا. اینجا اصلی است نه؟ آره اینجا. دستتان درد نکنه نباشین. ما هم ایرانی را کم کم یاد گرفتیم. یاد این هم کرایتان است. چند گرفته بود؟ قابلتان نداره. 78,000 بود به نظرم. نداشته باشین، قابلتان نداره. زنده باشین. این پولای ایران است، یک دانش 10,000 میگه خودشون، یعنی تا پیسه افغانستان تبدیل کنی 10 افغانی میشه. تا اینجا آمدن چند پیسه گرفت؟ 80 افغانی. فکر که افغانی تبدیل کنی که 80 افغانی گرفت. پیسه خودشون 78,000. اینم میگه دریاچه. این جایی که من زیاد دوست دارم. مقصد ما سیاه نشدیم اون طرف بگیری چیری خود سیاه میاره. آخر زیاد اینجا من دوست دارم دوستا. جایتان خالی است. اینجا هر کس همراه دوست دخترای خود، همراه فامیلای خود. نه من دیگه دختر مختار دوست ندارم، بخاطر وقت خود ضایع نمیکنم. فهمیدین؟ نباشه دخترها زیاد دارد میگه این رقم رو نه دیگه بازم.
دوستای عزیز من یک مشهور آدم هستم، زیاد گیتار یاد دارم. 10 سال میشه من اینا میزنم. این یک مشهور آوازخوان ایران است. در یوتیوب 50 میلیون فالوور داره. یک آهنگ برتون برشان میخوانی، درست است؟ فرد سلام، فرزاد نیایی شم از ایران. 20 ساله برای داداش کوچیکم خواندن میخوام. حالا بخوان باش مایک براتون تو بگی دیگه بخوان. کش کن. یا وایسا خوبه بری. خب من به این ساز تو چی بخونم؟ تو هر چی بدت میایه بخوان. از خواب برگشتم به تنهایی، گل میزنم دست زیبایی. دلتنگ خنده های توام مهتاب من، محتاج یک نگاه دو چشم پرآب من. دلتنگ خنده های توام مهتاب من، محتاج یک نگاه دو چشم پرآب من. سردست سر نهاده به زانوی بی کسی، یک عاشق غریب بتاب آفتاب من. دوستای عزیز، همراه دوستای جدید من معرفی شوین، به خاطر که ویدیوهای جدید همراه یا میایه. بخیر دیگه این نامایشان خودشان براتون معرفی میکنن. سلام دوستای عزیز، ذکرالله امیری هستم از کابل، فعلا ایران زندگی میکنیم دیگه. با حبیب جان دیگه منتظر ویدیوی ما باشیم. با تشکر. آرش نگزاد هستم از مزار شریف، فعلا هم ایران زندگی میکنم. دوستا در خارج همین رقم چیزا پیدا میشه. دوستا زندگی رو با پان 55 تجربه کنید. دوستا دیگه این هم ویدیوی ما بود تا ویدیوی جدید. جان چی ناله چی طبیعت پال 55. ناله طبیعت کو طبیعت یه ناله است فقط. جان چی ناله چی طبیعت. حال خداحافظی کنیم نی؟ باش مایک بگیریم. جی دوستا دیگه خداحافظتان تا ویدیوهای جدید، تا ویدیوهای دیگه انشالله ویدیوهای جالب به تیک تاک هم میه. انشالله یوتیوب هم دورتون. خداحافظی کنیم دیگه نی؟ شام شد ما بریم. پای قبول نکنین. الله یار مددگار. خداحافظتان دوستا. این هم دریاچه بود.